توسط مانوئل سانچز مورد تشویق هواداران لوانته هم قرار گرفت. این بازیکن سانچز خودش بود در اختیار داره، یه ارسال بلند، فرصت برای لوانته، این موقع برای شوت زنی، یه موقعیت عالی و دروازه رو باز میکنن. گل برای لوانته. دروازه‌بان نمیخواد که در تماس داشته باشه، حالا میاد و میزنه و این هم گل دوم برای لوانته. بازی میشه 2-0 به سود تیم میزبان. حالا لبخندی درست وسط قلب هوادارهای لوانته میشینه. 2-0 به سود. Please subscribe. یامال گل رو کوتاه کار کردن، دوباره لامین یامال، پدری فرصت شوت زنی هم داره، محشر میزنه پدری، یه ارسال بلند و تماشایی، گل دوم برای بارسا. کریستنسن، یامال، همه توپ‌ها الان داره به او ختم میشه، یه ارسال روی دروازه، یه اشتباه، گل سوم برای بارسا.